عیسی تعلیماتش را به آخر رسانده به شاگردانش گفت: چنان که می دانید بعد از 2 روز عید نجات سر می شود. آن وقت پسر آدمی زاد به دست دشمنانش تسلیم کرده می شود و او را به صلیب میخکوب می کنند. در قصر سرکاهین که قیافا نام داشت، کاهنان کلان و پیران قوم جمع آمدند. آنها مصلحت کردند که عیسی را با حیله دستگیر کرده به قتل رسانند، اما قرار کردند که این کارشان را در روزهای عید نکنند، مبادا مردم به شور آیند. عیسی آن وقت در دهه بیت عنیا در خانه شمعون نام مردی که پیشتر گرفتار بیماری پوست بود مهمان شد. هنگام طعام خوری به نزد او زنی آمد که در دست یک شیشه روغن عطرافشان قیمت بها داشت. وی آن عطر را به سر عیسی ریخت. شاگردان از این کار زن به غضب آمده گفتند: این چه اسرافکاری است؟ آخر این روغن را به نرخ قیمت فروخته پولش را به کمبغلان تقسیم کردن ممکن بود. اما عیسی که از سخنان آنها باخبر بود گفت: چرا این زن را تنقید میکنید؟ او برایم کاری نیک کرد. کمبغلان همیشه با شما هستند، لیکن من همیشه با شما نیستم. این زن عطر را به تنم ریخته مرا برای گورانیدن تیار کرد. براستی به شما میگویم که در تمام جهان هر جا که خوشخبر اعلان گردد، کار این زن نیز برای یادآوری وی گفته می شود.